اولین شادی پیمایی بزرگ بخش سیمکان ثبت شد. در روز میلاد با سعادت صاحب الزمان همه یکدل شدند تا این جشن حضور در دفتر معنوی فرهنگی و اجتماعی سیمکان ثبت کنند. این جشن با برنامه‌های طنز، سرود و قرعه‌کشی و جوایز ارزنده همراه بود که خیر گرانقدر حاج محمد رضا اعتمادی در آن نقش بسزایی داشت. شب و روز مهسا به هر حال بگردش، به حولش به دورش، چه خورشید بچرخید چه عیدی سعیدی در این عید اعیاد دل شاد بخندید فرج گشایش راه است و شاهراه نجات برای آمدن صاحب الزمان صلوات. امروز مفتخریم که با حمایت پشتیبانی خیر گرانقدر جناب آقای حاج محمد رضا اعتمادی جشن باشکوهی در بخش سیمکان اجرا و این شادی را به مردم سیمکان و شهرستان جهرم هدیه کنیم. خدا را هزاران بار شاکریم که تونستیم مراسم جشن آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در بخش سیمکان روستای جرمشت برگزار کنیم به همت همه مردم و کسانی که دستن در کار این برنامه بودن، خیرین گرانقدر آقای اعتمادی و دیگر دوستان. امیدواریم که سالهای آینده با شکوه‌تر و پر رونق‌تر برگزار بشه. همین که تونستیم این لحظات زیبا و شور و شوق مردم رو ثبت و ضبط کنیم افتخار بزرگه. مردم عزیز بخش بزرگ سیمکان در این جشن با شکوه علاوه بر ایجاد اتحاد و همدلی بار دیگر ارادت ویژه خود را به صاحب الزمان ولی عصر نشان داد. بر چهره دلربای مهدی صلوات.